خوبه که این صدای کیکم انقدر خراب نشه. لیلی خیلی جدی رو که اصلا نمی کنی شوخی موخی. من پلاگین ها رو خیلی تست میکنم و این یکی واقعا بهتون میگم که از بهترین پلاگین هایی بود که حالا تیوب میکنه، صدا رو تقویت میکنه. تک تک این چیزایی هم که اینجاست و بهتون میگم، تک تک نابا و ستینگی که این داره. خب الان این درامو پلی کنیم. ببینید اینجا یه سنسیویتی دارید که اون شدت و میزانشو که چقدر باشه داخل این پلاگین داره نشون میده. مخصوصا این چراغی که اینجا گذاشتن که سبز میشه، نارنجی میشه، قرمز میشه، خیلی به شما کمک میکنه. اول قبل از هر تنظیمی شما بیاد اینو تنظیمش کنید. خب الان مثلا من صدا رو گوش میدم، دوست دارم این چراغ دیگه نهایت نارنجی بشه ولی قرمز نشه، ولی باز با همین وجود ببینید شما اگه اینو ببرید تا آخرین رنگی که انقدر داره دیسورشن بهش اضافه میکنه، بازم رنگی که من میپسندم، ولی خب درستش این نیست. قبلش خب حالا من اینو کمش میکنم، مثلا میزانی که دوست دارم همیشه باشه زرد و نارنجی، یه مقدار بین اینا بازیشه. اینجا جاییه که من همیشه دوست دارم این پلاگین باشه. این قسمتی که نوشته بیوتی و اینجا هم بست، بیوتی یه مقدار منظمتر اون هارمونیکا رو بهش اضافه میکنه، این قسمت هارمونیای بیشتر و نامنظمتری بهش اضافه میکنه، پس این دیستورشن بیشتری بهش اضافه میکنه. من همیشه بیشتر اینو، مثلا اینو اگه تا 6 اضافه کردم اینو تا 2 اضافه میکنم و سعی میکنم یه همچین ترکیبی، مگه اینکه نظرم این باشه که اون صدا رو خیلی دیستورتش کنم. حالا یه مقدار اینو اضافه میکنیم بهش. اول که من میخوام بیش از حد، یعنی بیش از حد اون چیزی که تو ذهنمه استفاده کنم که شما هم بیشتر با این پلاگین آشنا شین. این تا اینجا خوبه. حالا بعدی پس اینم کار با این دوتا نام. ما الان این یکی رو یاد گرفتیم، این دوتا هم یاد گرفتیم، حالا سراغ بقیه هم میریم. منتها واسه که اونا رو یاد بگیریم اول باید اینا رو تنظیم کنیم تا بهتون بگم اونا چه کاری انجام میدن. یه مقدار فشار رو بیشتر میکنم. اگه دقت کنید صدای کیک الان یه مقداری خراب شده. این گزینه بیس چیکار میکنه واسه ما؟ یه قسمت از اون بیسای کثیف و اون فرکانسای بیسو، سابو کاری نداره، فرکانسای بیسو یه مقداری کم میکنه برامون، که من الان کمش میکنم که ببینم چقدر خوبه که این صدای کیکم انقدر خراب نشه. الان اینجا دیگه من میبینم صدای اون کیکم خراب نشد، با اینکه خیلی زیاد ازش استفاده کردم ولی خراب نشد. این تون چی کار میکنه؟ تون میاد یه فرکانسایی، فکر میکنم فرکانسای 10 کیلوهرتز اینا رو افزایش میده، منتها پیری و پست داره، یعنی اینو قبل از اینکه صدا وارد اینجا بشه میاد فرکانسای های زیاد میکنه که باز اینجا هم یه مقدار روش رنگ اضافه میشه. شما میتونید اینو اینجا اضافه کنید یا بعد از این که از این پلاگین خارج میشه اون قسمت پست میاد بعدش اون فرکانس های هایو زیاد میکنه. حالا من دو حالتش رو امتحان میکنم ببینیم چه جوری میشه. الان دوست داشتم قبلش یه مقدار کم بشه و بعدش زیادتر که تاثیر نذاره. اینجا یه تیپ داریم که تیپ بی یه مقداری فکر میکنم اینجوری که من احساس کردم، یا اصلا الان با هم تستش میکنیم، احساس میکنم بی یه مقداری نرمتر انجام میده. ببینیم الان من اینو حالا رو 4 دی بی بود، فعلا میارمش بالای بالا که یه چیزی رو اینجا متوجه شیم.
آره فکر میکنم این B بعضی موقع داره نرمتر این کار رو انجام میده. الان روی A من بیشتر دوست دارم این اتفاق بیفته. اینجا یه ناب اوت داریم که اگه دقت کنین اینجا رو قبل از این پلاگین ببینیم صدا کجا بوده و بعدش خیلی صدا زیاد شده. ما حدوداً 6 dB باید اینو کمش کنیم. از اینجا هم شما میتونید مقدار بیشتری از این پلاگین رو روی صدا تاثیر بذاره، بعد شما بیاد اینا رو مخلوطش کنید به صورت موازی و پارالل بخواید استفاده کنید. میکس برای همینه دیگه، مثل دقیقاً همون پلاگین فرض کنید یه دیلی بخواید استفاده کنید. حالا من اینو باز سنسیویتی رو زیاد میکنم و بعد مخلوطش میکنم با اون صدای اصلی. یه بار دیگه هم من گفتم وقتی میخوام یه چیزی رو موازی استفاده کنم خیلی به شدت زیادی ازش استفاده میکنم. وقتی بخوام یه چیزی رو نه رو خود اون پلاگین بدون این موازی کلش رو بخوام اعمال کنم سعی میکنم کم استفاده کنم. حالا این A و B اینجا به ما همینو میده، همین امکانو میده که ما بخوایم روی ستاپ ها بچرخیم و ببینیم دو تا اون کاری که میخوایم انجام بدیم کدومش بیشتر روش جواب میده. الان با شدت زیاد و موازی فعلا روش انجام میدم، کم میکنم و بهش اضافه میکنم. و حالا اینجا توی ستاپ بعدی اینو میذارم و کمتر ازش استفاده میکنم. خب حالا بیایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. این الان اونه که رو کلش اعمال شده، پارالل استفاده کردیم. ببینید این خیلی بیشتر احساس میشه. حالا میتونید اینو کمترش کنید ولی من همیشه با موازی ارتباط بهتری برقرار میکنم. ببینیم این خیلی صدای محکمتر، این موازی خیلی صدای محکمتر و بهتری داره به ما میده. و شما این پلاگین رو الان روی درام دارید میبینید. روی هر چیزی که شما این پلاگین رو بذارید مخصوصا روی صدای وکال یه تاثیر فوق‌العاده بهتون میده. بذارید الان روی یه وکال هم ما اینو تستش کنیم. بس لیلی خود شیخه انقدر خوبه واسه همه سواله که لیلی باگه. ببینید دیگه اینجا خوبه، گفتم تا نهایت نارنجی بشه که اون کار رو انجام بده برامون. لیلی خیلی جدی رو که اصلا نمی‌کنی شوخی مخی. یه نکته اینجا بهتون بگم، وقتی که میخواید شما به صدا دیسورشن بدید یا صدا رو حالا رنگ بهش بدید همیشه از رنگ زیاد شروع کنید بعد کمش کنید. اینو لیلی خیلی جدی رو که اصلا نمی‌کنی شوخی مخی. طرفدار وگناس آوردوز میزنه رو سوشی موشی. حالا که میای خلیفه پیکش میره بالا 10 تا 10 تا. ببینید اینا همش نکته است که دارم بهتون میگم. همیشه قبل از این که بخواید رنگ بدید سعی کنید صدای سه و شه رو کنترلش کنید. لیلی خیلی جدی رو که اصلا نمی‌کنی شوخی مخی. طرفدار وگناس آورفتا بیبی فیس با 6 متر زبون همه رو عریف تک و تنها. خب لیلی خیلی جدی رو واقعا در حد یه سخت افزار این پلاگین میارزه. لیلی خیلی جدی رو که اصلا فقط تقویت کرده، فقط هارمونیک اضافه کرده به صدا و یه سری تصحیح فرکانسی و اینا هم اینجا داشته که اصلا این فوق العاده است واسه این پلاگین. ببینیم لیلی خیلی جدی رو که اصلا نمی‌کنی شوخی مخی. طرفدار وگناس آوردوز میزنه. واقعا من با این پلاگین حال کردم. شما هم نظرتون رو برام کامنت کنید. موفق باشید.